سه تا سایت وجود داره که تو کل فرآیند معامله‌گر شدنتون و حتی اگه معامله‌گر حرفه‌ای هم هستی یا میخوای به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل بشی، قطعاً بهش نیاز داری، چون بدون اونها اصلا نمیتونی کارت رو ادامه بدی. و اگه دنبال سود بیشتر و کمتر ضرر کردن هستی، پیشنهاد میکنم حتما به این سه تا سایتی که قراره تو ادامه ویدیو بهتون توضیح بدم سر بزنی. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش تا سه تا از این سایت های پرمخاطبی که همه معامله‌گرا دارن ازش استفاده میکنن رو بشناسی و ازشون استفاده کنی و تو هم به یک معامله‌گر سود و موفق‌تر تبدیل بشی. سلام درود خدمت همه شما عزیزان دل. علی نادری هستم، معامله‌گر بازارهای مالی، بازار فارکس. شما توی کانال من 0 تا 100 معامله‌گر شدن من رو خواهید دید و 0 تا 100 آموزش هایی که بهتون میدم کاملا مورد استفاده هستن و پیشنهاد میکنم هیچ کدوم از ویدیوهایی که تو کانالم میذارم رو از دست ندید، چون از تک تک اونها میشه نکات فوق العاده زیادی رو برآورد کرد. توی این ویدیو همونطور که توی اینتروی کار داشتین 3 تا از سایت هایی رو میخوام بهتون توضیح بدم و آشنا کنم شما رو باهاش که هر معامله‌گری بهشون واقعا نیاز داره و بدون اونها نمیشه کار رو ادامه داد. این 3 تا سایت چی هستن؟ یکی از این سایت ها حالا احتمال زیاد همه بشناسنش، سایتی که ما تحلیل هامون رو اونجا انجام میدیم. یکی از این سایت ها سایتی که کلا مربوط به فاندامنتال بازار میشه، مربوط به بخش بنیادی کار، اخبار سیاسی اقتصادی میشه. و یکی از این سایت اصلا به ما میگه کی پشت شارت بشینید، چه تایمی بهترین تایم معاملاتی و از اونجور چیزا. تا آخر این ویدیو همراه من باش و این سه تا سایت رو بشناس و اگه میخوای سود بیشتری کسب کنی از همشون استفاده کامل رو بکن. خب ببینید، قبل شروع پیشنهاد میکنم اگه کانال رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کنی و هر جای ویدیو خوشت اومد از محتوای من، از لحن بیانم، از سایت هایی که بهت معرفی کردم، پیشنهاد کنم حتما ویدیو رو لایک کنی، یه کامنت خوبم برام بذاری، کافیه یه قلب قرمز بذاری کفایت میکنه. همین. بریم شروع کنیم ویدیوی فوق العاده ما. اولی سایت تحلیلی ما هستش. سایت پیشنهادی من سایت تریدینگ ویو هستش. اولین سایت، مهمترین سایت، پرطرفدارترین سایت، استانداردترین سایت برای تحلیل. سایت تریدینگ ویو www.tradingview.com. حالا لینک های همه این سایت ها هم که توضیح میدم خدمتتون رو داخل کپشن براتون میذارم. ببینید، سایت تریدینگ ویو یک محیط فوق‌العاده ساده‌ای داره، یک محیط کاربری فوق‌العاده روان راحتی داره که هر فردی واردش بشه. اصلا فردی تازه داره شروع میکنه، یعنی هیچی از اخبار نمیدونه، همیشه براش مشخص کرده، نحوه خط کشیدن ساده، مشخص کردن، پینت کردن، همه چی عملا این سایت تو ساده ترین روش در اختیار کاربرانش میذاره. ببینید، این کندل میاد لایو بازار رو، این سایت میاد لایو بازار رو به شما نشون میده و با بالاترین سرعت، یعنی امکان نداره سایت تریدینگ ویو از کل جهان مثلا نه به خاطر اینترنت نه به خاطر هیچی یه ثانیه عقب باشه. همچین چیزی وجود نداره. این سایت با بالاترین سرعت به صورت لایو کندل ها رو، حرکت کندل ها رو بهتون نشون میده. ببینید، سایت تریدینگ ویو، این سایت تحلیلی رو عملا اسمش روشه، برای تحلیل کردن مورد استفاده قرار میگیره. با متا تریدر اشتباه نگیرید. شما با استفاده از متا تریدر معامله انجام میدید، میخرید، میفروشید. اما سایت تریدینگ ویو همچین چیزی نیست. شما داخلش امکان خرید و فروش ندارید. فقط میتونید چیکار کنید؟ میتونید تحلیل خودتون رو انجام بدین، خط خودتون اونجا بکشین و معاملاتتون رو داخل متا تریدر انجام بدین. این ببینید، این فاز متا تریدره. میبینید این که الان اینجا براتون باز کردم متا تریدر و تریدینگ ویو هم دارین میبینید، احتمالاً ویدیوشو دیگه براتون گذاشتم حتما. ببینید، شما داخل تریدینگ ویو تمام ارزهای دنیا رو دارید. امکان نداره ارزی تریدینگ ویو نباشه. تمام ارزهای دنیا رو شما داخلش دارین. تمام اندیکاتورهای موجود توی دنیا رو به صورت آنلاین اونجا براتون گذاشته. یه سریاش حالا رایگانه که خود کاربر رایگان گذاشته اونجا، یه سریاش اما به صورت پولی هستش. باید پریمیوم تریدینگ ویو رو تهیه کنید تا بتونید از اون یه سری اندیکاتورها استفاده کنید. علاوه بر این، شما توی تریدینگ ویو عرض کردم تمام چیزی که برای تحلیل کردن نیاز دارید رو خواهید داشت. انواع اقسام اندیکاتورها، انواع سطوح برای کشیدن، انواع سطوح داینامیک، هر چیزی که بخواید
برای تحلیل کردن داشته باشید اونجا رو در اختیارتون میذاره. پس اگه میخوای یک تحلیل درست و اصولی داشته باشی پیشنهاد میکنم حتما وارد سایت تریدینگ ویو بشی. سایت دوم سایتی هستش که ما تمام اخبار سیاسی و اقتصادی مورد نیاز برای کارمون رو اونجا میتونیم پیدا کنیم، با اسم، با دیتیل، آمار، احتمال، قبلی، بعدی، همه چی. این سایت اسمش هست فارکس فکتوری، همین www.forexfactory.com. این سایت چه سایتی هستش؟ سایتی هستش که میاد تمام اخبار سیاسی و اقتصادی کشور آمریکا و تمام ارزها رو داخل خودش قرار میده. تمام ارزها منظورم اینه اخبار مثلا سیاسی اقتصادی که روی یورو داریم اون سایت بهتون نشون میده. توی ویدیوهایی که حالا ادامه ویدیو براتون میذارم میبینید قطعا. مثلا انتخاب میکنید ارز دلار نیوزلند، اخبارای اون رو براتون میاره و به همین صورت میتونید فیلتر کنید سایت و هر چیزی که بخواید رو بهتون نمایش میده. به طور کامل میگه این خبری که قراره بیاد چقدر مهمه برای ما، برای معامله‌گرا چقدر مهمه. برای همین میگم این سایت ها چیزایی هستن که واقعا اگه ازش استفاده کنید به سودی میرسید. شخص خود من وقتی این سه تا سایت رو شناختم، خب حالا من بیشتر با سایت فارکس فکتوری آشنا بودم، این دو تا سایت رو بعداً اضافه شد بهش. سایت فارکس فکتوری یا بقیه سایت وقتی من بیشتر باشون کار کردم آشنا شدم دیدم واقعا اصلا معامله‌گر فقط تحلیل تکنیکال نیست، فقط مدیریت سرمایه نیست، فقط روانشناسی نیست، اینجور چیزا هم باید کنار خودش داشته باشه تا به سوده کامل برسه. بله تایم دقیق اون اخبار بهتون میگه کی قراره بیاد، مثلا 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر. چقدر برای ما اهمیت داره اون خبر، چقدر مهمه، میزان موفقیت اون خبر، میزان تاثیرگذاری اون داخل بازار رو به ما میگه آقا این خبر خیلی مهمه، احتمال نوسان زیاد رو ما داریم، این خبر اهمیتش کمه، اصلا اهمیت نداره برای ما. پیشنهاد میکنم اگه میخواین بیشتر دیتیل شین روی سایت فارکس فکتوری که بایدم بشین، اگه میخواین موفق شین باید بدونید پای چارت چه اخباری میاد، چون بیشترین سود ما از اخبار کسب میشه. حرکات سریع دارن، میشه چی گفت در کمترین زمان ما بیشترین بازدهی رو میگیریم. تو 3-4 ثانیه هزاران دلار میشه سود کرد با استفاده از خبر. پس اگه میخوای کامل یاد بگیری آموزش فارکس فکتوری رو لینکشو میذارم توی یه ویدیو 30 دقیقه فوق‌العاده کامل 0 تا 100 استفاده از این سایت و محیط کاربریش رو بهت توضیح دادم. بله این سایت میاد اون اخبار رو برای شما به دیتیل تعریف میکنه، این اخبار چیه، کم بیاد یا زیاد بیاد خوبه، فقط کافیه یه ذره زبان انگلیسیتون خوب باشه. این هم براتون مینویسه، اگه بخواید کپی میکنید همون لحظه ترنسلیت میکنید تو دستگاهتون به همین سادگی. میگه چرا برای معامله‌گرا مهمه، اینو عملا مینویسه، چرا برای معامله‌گرا مهمه، چقدر مهمه، برای چی مهمه، کمتر بیاد خوبه یا بیشتر بیاد خوبه، خودشونو میزنه. یعنی اصلا لازم نیست علمی داشته باشین، میزنه آقا خبر CPI، حالا یه خبره لازم نیست بدون چی، خبر CPI اگه بیشتر از ماه قبلش بیاد باعث میشه مثلا ما حرکت سودی داشته باشیم. خب به همین سادگی میتونید بررسی کنید و نمادهای و ارزش اون شاخص، اون سهام، اون نرخ رو تا 5 ماه قبل هم به شما نشون میده تا بتونید بررسی کنید. میگه آقا ماه قبل خوب اومد، ماه قبلش هم خوب اومد، احتمالاً این ماه هم خوب بیاد، 3 ماه پشت سر هم خوب اومد، شاید این ماه هم خوب بیاد. میبینید چقدر باعث میشه تحلیل بنیادی، چون تحلیل فاندامنتالی که قطعا خیلی شنیدید، من الان دوره‌هایی داریم برای فاندامنتال سختش میکنن، نه تحلیل فلان هیچی نیست، با استفاده یکی از این سایت‌های فوق‌العاده ساده میتونید خیلی راحت، گفتم فارکس فکتوری، خیلی راحت ازش استفاده میکنید، سود خودتون رو میگیرید. همه چی این سایت بهتون میگه. برسیم به سایت سوم. سایت سوم چه سایتی هستی؟ سایتی هستی که به ما میاد انواع سشن هایی که داخل بازار هستن به ما به دیتیل نشون میده. میگه مثلا تایم نیویورک، سشن نیویورک، سشن معاملاتی نیویورک از ساعت 6 باز میشه تا ساعت 8. ببینید انقدر دیتیل، دبی، توکیو، لندن، همه اینا رو میاد به ما میگه. چقدر دستمون بازه تا ببینیم آقا کی بشینیم پشت چارت، چه تایمی خوبه برای معامله، همه اینا رو به ما خواهد گفت. ببینید اسم این سایت چی هستش؟ Market 24 Clock، www.market24clock. خیلی ساده است اینا، حالا .com هم آخرش بذارین خودتون میتونید.
این سایت وقتی واردش بشین، ویدیوهاشو گفتم میذارم مثل همیشه، یه سایت با محیط کاربری فوق العاده ساده ای داره. واردش میشی یه ساعت بزرگ هست اونجا بهت نشون میده آقا این تایم، این کشور، این شهر، این سشن معاملاتی کی باز میشه کی باز میشه بسته میشه. همین وارد سایت همه اینا رو بهتون میگه. اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو من خوشت اومد، پیشنهاد میکنم حتما کانال رو سابسکرایب کنی، ویدیو رو لایک کنی و از همه مهمتر یه کامنت بذاری با قلب قرمز. اول ویدیو هم اشاره کردم بهش. خب پس چی شد؟ این سایت وقتی واردش بشین به شما 0 تا 100 میگه که آقا این سشن مثلا سشن توکیو از این ساعت تا فلان ساعت باز میشه. همون ساعت بزرگه، قطعا تا الان نشونتون دادم. واردش میشید میبینید، خیلی ساده، هیچ کار سختی لازم نیست بکنید. علاوه بر این دیگه چیا دارین شما؟ وقتی روی هر کدوم از سشن هایی که بخواید کلیک کنید روش، خب مثلا فقط روی توکیو بزنی شما یا فقط روی نیویورک بزنی، میاد 0 تا 100 بهتون میگه آقا این نماد از کی باز میشه، کی بسته میشه و چقدر دیگه مونده که باز بشه. این خیلی خوب بود. یعنی مثلا الان ساعت چنده؟ ساعت 3 و 32 دقیقه است. ما بریم وارد اون سایت بشیم میگه 2 ساعت و 30 دقیقه دیگه نماد نیویورک قراره باز میشه. خودتون رو مشخص میکنید و بهتون نشون میده. ارزش حتی توی این سایت چون مربوط به ترید و تریدینگ میشه، ارزش یک سری از سهم ها رو ارزا رو به اون نشون میده. مثلا میزنی ارز یورو یو اس دی، یورو به دلار، این رو که بزنی ارزش دلار رو یورو رو نشون میده به صورت نه اینجوری حرفه‌ای کندل تور، اما میگه مثلا از دیروز تا امروز مثبت 1% توی صعود بوده و اینا دست شما رو توی تحلیل کردن قطعاً باز میکنه. اگه این سایت هم آموزشش رو میخوای بلد باشی و بدونی، لینکش رو میذارم برو ببین. و توی اون ویدیو خیلی هم کامل در رابطه با سشن های سودساز و معاملاتی حرف زدم. پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو که با یه تیر عملا 2 تا نشون میزنی از دست ندی. هم باعث میشه انواع سشن ها رو بشناسی، سشن های سودساز رو بشناسی و فقط توی اون سایت معامله کنی، هم باعث میشه سایت مارکت 24 کلاک رو بشناسی و باهاش معامله خودت رو داشته باشی. این هم از این ویدیو به پایان رسید. این دفتری همچین شعری داشتیم. ما الان یادش افتادم رندوم یه دفعه گفتم بگم. مرسی تا اینجا کنارم بودین. این هم از آموزش فوق العاده‌ای که داشتیم. این سه تا سایت رو پیشنهاد می‌کنم حتما بری بخونی، دربارش تحقیق کنی. ویدیوهای آموزشی من بود، با استفاده از اون بری کار کنی و بعدش هم حتی من فقط سایت تریدینگ ویو آموزشی رو ندارم. تو این 2-3 روز بعد، حالا تو این هفته این ماه قرار ویدیو آموزشی اونم بذارم. پیشنهاد می‌کنم منتظر بمون، کانال رو سابسکرایب کن و از اون ویدیو هم استفاده کن. مرسی.